خوش اومده به یه اپیزود دیگه از شو اسمکدان، جایی که ما طبق هفته پیش گولدبرگ یک پروموی رو میخواست انجام بده، در کنارش هم جان سینا. حالا ما اومدیم تا شاید باشه ببینیم که چه حرفایی دارم برای زدن. خب گولدبرگ وارد میشه و حالا صدای تیم سانگ جان سینا به صدا در میاد و Hustle, Loyalty, Respect, The Champ, The Greatest of All Time، داره 17 قهرمانی جهان، گرند اسلم وارد میشه و قهرمان یونایتد استیتس چمپیون. ببینید چه صحبتی داره. ما قهرمانیم، پس ما باید برای اینکه ثابت کنیم که قهرمان لایق این کمربند هستیم باید چالنجر بر خودمون انتخاب کنیم. پس از اونجایی که چالنجر برای تایتلای ما زیاده، من خودم به شخصه هر چالنجری خاص میتونه بیاد توی این تورنمنت شرکت کنه، یک مسابقه بتل رویال، و برنده اون بتل رویال هفته آینده با من مسابقه میده سرکمربند WWE Universal Championship در مقابل من بیل گولدبرگ. و همچنین برای من یک مسابقه 5 نفره گانتلت مچ برای تمام چالنجرهایی که خواهان کمر یونایتد استیتس هستن ترتیب دادم و برنده اون گانتلت مچ هفته آینده با منم مسابقه میده. و بله، بعد از پروموی گولدبرگ و جان سینا مسابقه بتل رویال برگزار میشه و برای مشخص شدن نامبر 1 کانتنتر کمربند یونیورسال چمپیونشیپ نفر اول استین، بله، دشمن دیرینه گولدبرگ در WCW اینجاست تا شانس خودشو بر روی مجدد مقابل گولدبرگ امتحان بکنه. همین اول یه غافلگیری قشنگ به سمت تریپل اچ و وینس مکمن. باید ببینیم که آیا استینگ میتونه 4 نفر دیگه رو حذف بکنه و از رینگ بندازمشون بیرون و دوباره در مقابل گولدبرگ قرار بگیره یا نه. حالا منتظر وارد شدن نفر بعدی میمونیم. نفر بعدی کیه؟ رندی اورتون.
انتظارم میرفت. رندی اورتون دارنده 14 بار قهرمانی این کمربند میاد تا شانس خودش رو امتحان کنه، تا شاید به 15مین قهرمانیش بالاخره برسه. و حالا نفر بعدی کیه که قرار وارد رینگ بشه بعد از رندی و استینگ؟ از اومدن استینگ دیگه غافلگیر موندیم دیگه. بله، سی ام پانک حالا وارد میشه تا او هم مثل رندی اورتون شانس خودش رو برای روی مقابل گلبر و مجدد قهرمان شدن امتحان بکنه و با ببینیم که آیا میتونه موفق بشه. شاید بشه، ولی خب من بعید می‌دونم. نفر چهارم کیه که قرار وارد بشه بعد از سی ام پانک و رندی اورتون و استینگ؟ مارک هنری، world strongest man. مارک هنری هیچ وقت حالا قهرمانی این کمربند نداشته و حالا اومده تا شانس خودش رو امتحان بکنه. مارک هنری 2 سورپرایز در یک مسابقه نمی گنجه. استینگ، سی ام پانک، مارک هنری. آقا ببینیم نفر آخر برای این 5 نفر بتل رویال کیه؟ مارک هنری آماده است. کی؟ بله، دراک که سال 2024 میتونست قهرمانی کردن بشه ولی نشد. حالا اینجاست بعد غیبت طولانی مدت. دراک فاینال باس حالا اینجاست تا شانس خودشو برای قهرمانی امتحان بکنه. همچنان که آماده و ورزیده ای داره دراک. حالا اومده تا
شانس خودش امتحان کنه، شاید استینگ تنها حریفش بشه. ولی خب بقیه رو بعید میدونم. ولی خب ببینیم چی در انتظارمون هست. سی ام پانک، مارک هنری، استینگ، رندی اورتون، 5 تا از برترین اسطوره‌ای که باشون خاطرهای زیادی داریم. واقعا هم سخت انتخاب بینشون که پیش بینی کنیم کی برنده میشه. و در این لحظه بتل رویال شروع میشه. هم اول راک استینگ رو گیر آورده. رندی اورتون سیمپا بلند میکنه، سیمپا خلاص میشه. استینگ حالا میپره روی دراک و ضربات مشت رو به صورتش میکوبونه. حالا از سیمپانک داره رندیو میزنه. آیا مارک هنری؟ نه، یه دست فکر کردیم میخواد بره هم اول بره بورد استرانگز پاور سلم. البو داره بالا از مارک هنری به استینگ. حالا از اون بر دراکتر رو پای سیمپانک کار میکنه. مارک هنری، حالا رندی اورتون دابل لاک هند سوپلکس. حالا مارک هنری میگیره راکو، الکتریک چیدراپ. حالا استینگ از اون ور ضربات تو مشت به کله سیمپانک. حالا دابل اکسندل و یک کلوز لاین. البو از مارک به دراک. حالا یه پاور سلم از سی ام پانک به استینگ. حالا سی ام پانک، نه استینگ خلاص میشه. حالا کراس بادی، مارک هنری رندی خلاص میشه. پانچو نه جا خالی میده مارک هنری. سنتان، دایوینگ سنتان از استینگ به سی ام پانک. دوباره میره بالا. استینگر اسپلشو میخوابونه. حالا استینگ چرا خوشو میخوابونه. دراک سعی میکنه که استینگو بندازه بیرون ولی خب ناموفق. حالا یه نیدراب. حالا ریورسالش به سی ام پانک به مارک هنری. یه بک کلوزن از راک به سی ام پانک. تشابه اسمی زیاد دارم واقعا این 5 نفر. حالا استینگو ما حساب نکنیم. حالا کامبو سی ام پانک به استینگ. مارک هنری در تلاشه که رندی اورتون رو حذف بکنه. همین کارم میکنه. سورپرایز میشیم نفر اولی که حذف میشه از این بتل رویال رندی اورتونه. اسپاین حساب رندی اورتون نمیتونه به ووهو دوتا فینیشر قشنگ همزمان. و سی ام پانک هم نفر بعدی که هست میشه. سینگر اسپلش به اول سی ام پانک جی تی اس میزنه و بعدم استینگ سکورپیون دستی میزنه. حالا مارک هنری شورت تکل میذارن گرپش کنن. سورپرایز شده نفر اول رندی اورتون بود و حالا سی ام پانک که هست میشه به وسیله استینگ. ولی خیلی قشنگ بود. یه صحنه خیلی قشنگ بود دیدیم. سی ام پانک به راک جی تی اس میزنه و استینگ هم حالا سکورپیون دستی میزنه به سی ام پانک. سی ام پانک هست کرد و حالا بورد استرانگز پاور سلم. حالا استیو بورد استرانگز پاور سلم به از مارک هنری به راک. حالا شولدر تکل گوشه رینگ. مارک هنری گرب میکنه راکو. مارک هنری نه، راک تسلیم نمیشه. راک تسلیم نمیشه، مجددا نمیذاره گربش کنه. شولدر تکل. استینگ فندش نمیگیره. حالا روی پای استینگ کار میکنه مارک هنری.
حالا میکوبوندش به زمین و حالا ریورس میکنه استینگ نه ریورس میکنه. حالا مارک هنری فنش، حالا ریورس دیدیتی و حالا یه بک کلوزن از راک به استینگ. حالا راک میره سراغ مارک هنری که دیگه مارک ریورس میکنه. حالا مارک بلی تو بلی سوپلکس. حالا راک استیو نه راشل لگ سویپ، ببخشید راشل لگ سویپ به مارک هنری. حالا راک جامپی کلوز لاین کجا میبره؟ یه سوپرمن جامپی کلوزان شاید بودیم. دیدیتی از راک به مارک هنری. راک داره همه رو تو پار میکنه. حالا گرب میکنه مارک هنری، خلاص میشه دستش. حالا مارک هنری استیالا به راک. حالا بولداگ. حالا مارک هنری دوباره بده تو بره سوپلکس به استینگ فعلا نتونسته کار خاصی زیاد بکنه. حالا راک دوباره دیدیتی کله مارک هنری خونی میشه. حالا استینگ اسکومن دستیتی و حالا مارک هنری اسپلش. کامبو فینیشر قشنگ شاید بودیم. و حالا مارک هنری شب خوب میزنه به استینگ و ورد استرانگس پاور سلم. حالا آیرش ویپ مارک هنری استینگ نمیره. حالا استینگ. حالا راکیه مش میخوابونه تو کله استینگ ریورس آیرش ویپ. نه راک بازم تصمیم این خارج نمیشه رینگ. حالا کراسبادی استینگ همچنان ناکام میذاره. مارک هنری مجدد ورد استرانگس پاور اسلم. حالا آیرش ویپ و راک هست میشه. حالا استینگ چشو میخوابونه دایوینگ دیدیتی که کامل نگرفت تقریبا. حالا استینگ گرب میکنه مارک هنریو ولی نه میخواست با کلازرای بندازش بیرون که مارک هنری مقاومت میکنه. حالا ریورسایر شویب. نه بازم مارک هنری جا خالی میده، خوش خلاص میکنه. حالا استینگ سکوربن دستیدیتی فکر کنم کار مارک هنری تمام شده باشه. استینگ برنده این بطه را شده باشه و به روی گولبرگ بری یا که بله مارک هنری هست میشه و نامبر وان کانتنتره که همون یونیورسال چمپیونشیپ استینگ معرفی میشه. خب حالا میرسیم به 5 نفر کانتلس مچه برای مشخص شده نامبر وان کانتنتره این بار یونایتد استیتس چمپیون. دو نفر اولی که وارد میشن کیان و جیکوب فاتو. نفر اولیه که وارد این گانتلت مچ میشه جیکوب فاتو. قبلا هم سابق قهرمانی این کمربند داشت. بعد اومده مجدد شانسشو امتحان کنه تا ببینیم میتونه قهرمانی کمربند بشه یا نه.
حالا حریفش کیه؟ حریفش کی میتونه باشه؟ که بله روسفه. روسف ناکامی زیادی برای برنده نشدن کمربند زیاد داشت. در همین لحظه زنگ شروع مسابقه به صدا در میاد. حالا این دو گلاویز میشن. جیکوب فاتو همه با یه بله تو بله سوپلکس کاور میکنه. 1 2 نه روسف تحصیل نمیشه. جیکوب فاتو حالا میگیره روسف و که فنشو کامل نمیذاره روسف اجرا کنه و یه سپلش متوقفش میکنه. یه البو دراب. حالا جیکوب فاتو خلاص میشه. حالا جیکوب فاتو میکنه کله روسف به رینگ. حالا جیکوب روی گردن روسف کار میکنه که حالا خلاص شه. سینگ اصخایی میکنم روسف و شولدر تکل. حالا جیکوب فاتو ریورس میکنه و حالا بکل با دوباره کله روسف و مجدد پشت سر هم میکنه به رینگ. حالا جیکوب فاتو گرب میکنه و پاور اسلم. مسابقه نودیکیوه اگر نمیدونی بهتون بگم. مسابقه نودیکیوه و حالا جیکوب فاتو با همون صندلی دوبار میکنه تو کله روسف. نفر باید در باز شدنه. کی قراره وارد بشه؟ سزاروه. ولی جیکوب فاتو با همون صندلی میکنه تو کلش. حالا پاور اسلم و یه لگ دراب. حالا جیکوب فاتو میره فرا ساموین دراب که با یه سیخ متوقفش میکنه سزارو. حالا با همون چوب میکنه تو کله جفتشون. سزارو حالا یا به قول خودمون کلود کاستاگنولی و حالا رولینگ کلوز لاین یا رولینگ لاریات. جیکوب فاتو موفق تر ظاهر میشه. گات فرنج سوپلکس از سزارو به جیکوب فاتو. حالا یه بک کلوز لاین. حالا یه خوشحالی از سزارو. فینیشر هم داره. حالا روسف فالوی اسلم غفلت کرد. سزارو سیگنیچر رو خورد. حالا جیکوب فاتوه که خوشحالی میزنه ولی روسف بازم تسلیمش میکنه. ولی خب نه بازم جیکوب فاتو بیدی نیست باید بادا بدرزه. حالا سزارو بعد بره که حالا سوپلکس. نفر بعدی کریس جریکو میاد تا شانس خودش رو هم برای چه بازگشتایی شاید بودیم. واقعا چه بازگشتایی شاید بودیم. ولی خب روسف بام میکوبونه بلند میکنه کریس جریکو رو و میکوبونتش به زمین.
روسف حالا دوباره همون کار با جیکوب فاتو میکنه. پاور اسلم سزارو، کامبوی شاپ روسف سزارو. حالا باسمن اسلم، سوبلکس علی کریس جریکو. حالا کریس او هم کامبوی خوش به روسف میخوابونه. نه فقط نمیدونم چرا اینا تو روی استیج درگیرن، توی رینگ درگیر نیستن. حالا کریس جریکو نه. حالا بک سوپلکس از جیکوب فاتو. کریس جریکو بک پانچ. نفر آخرم قرار وارد بشه، ببینیم که کیه. 5 4 3 2 و 1 نفر آخرم وارد میشه. کریون کراس انتظارم میرفت. هم اول میخواد فرار کنه که با یه انگل اسلم سزارو متوقف میشه. سزارو باز هم حواسش بهش هست و نمیذاره فرار کنه، ولی خب خودشو خلاص میکنه کریون کراس. ولی خب بازم لابلای اون 4 نفر گیر میکنه. گیر رو صف میفته. حالا روسف جفت دستشو میگیره، پشت فشار میده و هدبات. حالا ریج میکنه. حالا یه هدبات دیگه. روسف خوشحالی میکنه. حالا رانینگ استرایک که نه. حالا کریس جریکو کد برکه. و حالا کریون کراس سزارو رو دستش رو بد میچرخونه. حالا فرار میکنه توی رینگ. اون سب کریس جریکو هم میاد دنبالش. حالا رانینگ استرایک. جیکوب فاتو هم داره میاد توی رینگ. سینگل لگ سپیر. فرار میکنه رینگ. حالا جیکوب فاتو کلوزا میزنه به کریس جریکو. کریون کراس بازم فرار میکنه توی رینگ. ماچکا کیکو میخوابونه. حالا روسف ماچکا کیکو میخوابونه، ولی نه، یک کمونه به شماره 3 جیکوب فاتو کیک آوت میکنه. کریون کراس همچنان در حال فرار کردنه و میخواد بر نهری شده با هر دوز و کلکی نامبر 1 کانتنتر بشه. حالا کریون کراس دست روسف خلاص میشه. واها کریون کراس بازم فرار میکنه. حالا والز آف جریکو و تسلیم میشه. سزارو تسلیم میشه با والز آف جریکو توسط کریس جریکو. حالا کریون کراس واهو رولینگ بک البو فینیشرشو میخوابونه کریون کراس. نه، حالا ریج میکنه. دوباره فینیشر داره کریس جریکو. نه، ریورس میکنه. حالا بک کلوزنا. حالا بازم کریون کراس فرار میکنه. حالا سوبلکس روسف جیکوب. حالا کریون کراس کندو استیک به دست فرار کرده. کریس جریکو میدو سمتش، ولی با کندو استیک میکوبونه تو کله کریس جریکو که منجر میشه کندو استیک هم بشکنه تو سر کریس جریکو. حالا کندو استیک میزنم کریس جریکو رو. کریون کراس کریس جریکو خوش خلاص میکنه. حالا بعد بره که اون سب روسف درگیر. حالا با جیکوب فاتو کاور میکنه. روسف جیکوب شماره 2، ولی نه، بازم جیکوب تسلیم بشو نیست. میخواد شانس قهرمانی مجدد از بده کریون کراس. اون سب بازم حالا با کریس جریکو درگیره. حالا آیریشی میکنه به داخل، نه میکنه بریکید. اون سب حالا روسف درگیره.
میخواد دوباره در بده کریم کروس که نه روسف حواسش هست و هر کیو که میبینه یه دور با سلسته میزنه. گاتفنش تو سوبلکس نه سینچه روسف رو ریورس میکنه. کریم کروس بازم فرار میکنه به داخل رینگ. کنن کار شده فرار کردن نمیدونم چرا. خب میخواد به هر نحوی شده قهرمان نوار با کانتنتر بشه. اسخای میگم اون قهرمان. کریم کروس همچنان داخل رینگ پلاسه. حالا روسف رو میفرستن تو. یه لقمه آمدن برای کریم کروس آماده میکنن. حالا کریم کراس فاینال ترابلر میخوابونه فینیشر خوش به روسف. 1 2 نه روسف تصمیم نمیشه. روسف همچنان نمیخواد شانس قهرمانی وجود دست بده. حالا کریم کراس F10 کاور میکنه ولی خب جیکوب فاتو صندلی میزنه. کریم کراس رو یه هدبات. حالا میکنه کلش رو به رینگ. جیکوب فاتو گرب میکنه و یه بره تو بره سوبلکس به کریم کراس میخوابونه. حالا کندو استیک کسی گفت به جون جیکوب فاتو. حالا یه سیو. حالا جیکوب فاتو کله کریم کراس خونی میکنه. ماچکا کیک حالا از روسف به جیکوب فاتو. 1 2 و 3 جیکوب فاتو هم هست میشه. حالا سویساد دایو روسف به روی کریم کراس. این بدبخت تو بیچارش کردن ولی خب چه 3 نفر هست بشه. حالا رانینگ استرایک. کریم کراس همچنان در فرار کردنه. کریس جریکو اسپرینگ بوردشو روسف به نخوندم خودش میگیره. حالا روسف میاد توی رینگ و دوباره کریم کراس هم مثل ترسو از اون سمت دوباره فرار میکنه. حالا کلوز لاین. میکشونه وسط. حالا روسف کریس جریکو رو برای اینکه رو بریک اعلام نشه. حالا کامل کلاچ کریس جریکو ولی نه بازم تسلیم نمیشه. خوشو خلاص میکنه. کریس جریکو ریورس میکنه. با کندو سیگنی میخواست بزنه فرار میکنه به رینگ. حالا از اون دوباره کریم کراس دست کریس جریکو فراریه. حالا وسلسته روسف میکنه تو کله کریس جریکو. کریم کراس صندلی موفق نیست که گشن. روسف جا خالی میده با هم وسلسته میزن تو کلش. حالا روسف کامبوش حالا میخوابونه و اوه بعد برکه. درسته دوباره برمیگه سراغ کریس جریکو. دوباره باز اون کریم کراس بدبخت ویل میکنه. کریس جریکو هم حواسش نیست و سیگنیچر رو میخوره. فال به اسلام. صندلی حالا برمیداره. کریم کراس میاد بیرون. روسف و با همون صندلی کریم کراس برش شد میکنه تو شکم روسف. حالا کریس جریکو هم روسف رو گیر میاره ولی خب ترجیح میده که بیاد داخل رینگ. نه روسف بازم سوبلکس. نه کریس جریکو خلاص میشه. میندازه تو. حالا روسف و کلوز لاین. حالا روسف ماچکا کیک. نه کریم کراس ریورس میکنه. نک برکه میندازه حالا بیرون با یه بیگ بوت کریس جریکو رو. کریم کراس کندوستیکش رو پرد میکنه و خب بازم لایت رو گیر میکنه. بازم روسف
کریس جریکو رو گیر میاره. حالا میکنش به لکان فلزی. کریون کراس میره دوباره برای فاینال ترپر که نه بازم. حالا این بار روسف ریورس میکنه. روسف نه کریون کراس بازم خلاص میشه. حالا کریون کراس فینیشر خودشو میخوابونه. بریم که آیا موفق روسف رو تسلیم کنه یا نه. که نه تسلیم نمیکنه. حالا رول میکنه کریس جریکو رو. داور 1 2 نه کریس جریکو خلاص میشه. کریون کراس سمال پکیج درایور. حالا بلند میکنه روسف و دوباره فینیشرش رو ریورس میکنه. روسف گات ورنج سوبلکس. حالا کاور 1 نه کریون کراس کیک اوت میکنه. کریس جریکو بازم فرار میکنه دست کریس جریکو. میخواستش بندازدش تو رینگ که نه بازم نه. حالا این بار کریس جریکو ریورس میکنه ولی نه دوباره بازم از سمت رینگ فرار میکنه. سپرینگ بورد بک کلوز لاین. دوباره رول میکنه کریس جریکو رو کریون کراس. 1 2 نه بازم کریس جریکو رو شماره 2 کیک اوت میکنه. روسف از اون سمت بات. کریس جریکو رینگ فرار میکنه. روسف سوپلکس به کریون کراس. حالا میاد توی رینگ. کریس جریکو نه ریورس میکنه و بازم فرار میکنه از رینگ. چقدر تو آخر میخوای فرار کنی سر از آخر؟ آیه کریون کراس کود برکه صندلی برمیداره میزنه روسف ریورس میکنه و حالا شولدر تکل. حالا روسف بازم سوبلک. روسف چیکار کرد؟ همه رو حداقل یه دور فینیشر زد فلان که سزار و جیکوفاتا حذف شدن. حالا فال به اسلام دوباره سینچشو میخوابونه. حالا کاور 1 2 و 3 کریس جریکو هم دیگه کم میاره حذف میشه. روسف ماچکا کیک 1 2 ولی نه کریون کراس همچنان نمیخواد شانسش از دست بده. سری بلند میشه ریج میکنه. حالا کریون کراس فینیشرشو بازم ناموفقه و نمیتونه فینیشرشو بخوابونه. حالا صندلی رو برمیدار روسف. نه حالا رانینگ استرایک. حالا همونو کاور میکنه. 1 2 و 3 چجوری زدیش آقای کریون کراس که روسف دیگه نتونست بلند شه و کریون کراس با 1000 دوز و کلک موفق میشه عنوان نمبر 1 کانتنتر کرمد یونایتد استیتس چمپیون رو از آن خودش بکنه و قرار رفته بعد مولد جان سینا مسابقه بده. و بعد میرسیم حالا به مین ایونت شو. حالا امیر حسینی در مقابل شیلد چالش کین برای مجدد چالش کردن برای مجدد قبول کردن چالش امیر توسط کین برای کمربند ورلد هیویویت چمپیون رومن که فعلا اسیر کرده امیر. ولی خب امیر حالا خلاص میشه. لگ دراپ اسپرینگ بورد. امیر اصلا فرصت نفس کشیدن نمیده به رومن. دوباره اسپرینگ بورد شوتینگ استار. نه رومن خلاص میگه با شکم محکم میاد رو زمین. حالا رومن نک بریکر. نه بک پانچ.
حالا ریورس سایر شویپ میخوره بریکید. حالا لگ دراپ. راشان لگ سویپ. حالا رانینگ بوت استرایک و رولینگ کاتر. میخواد با کانتات ببره ولی خب نه. رومن در واپسین لحظه خودش رو میرسه و دوباره رولینگ کاتر رو میخوره. حالا امیر پاپ راکس سینچشو میخوابونه ولی نه، لورد استرنگ اسکاتر رو نمیتونه بخوابونه. حالا خلاص میشه. حالا ارشوش کنه به بیرون رینگ. دوباره اسپرینگ بورد شوتینگ استار. خیلی قشنگ فن میزنه امیر. حالا این بار اپرون سپرینگ بورد مون سالت. نه دیگه سنتانو موفق نشد. اپرون سنتانو موفق نشد که بزنه. هد بات از رومن. حالا ریورس سایر شویپ. لگ دراپ. حالا امیر کله رومنو میکوبونه به اپرون که در واپسی لحظه خوش میرسونه به رینگ. رومن با کانت آوت هست میشه. ست رولینز حالا سوپر کیک رو ریورس میکنه. نفر بعدی ست رولینز. رومن با کانت آوت هست میشه. یکی از خاناشو با موفق پشت سر میذاره. لورد استرنگ اسکاتر. حالا پاپ راکس. 1 2 نه. ست رولینز تسلیم نمیشه. امیر دوباره آماده است برای انجام فینیشر و لورد استرنگ اسکاتر. حالا کاور. 1 که نه، بابی رود میاد دخالت میکنه. در واقع رابرت رود میاد دخالت میکنه که همونجا امیر رولینگ کاتر از سر سبانه بهش میخوابونه. والا ضربات مشت به کله رابرت رود که نه دیگه لگ دراپ و خوشو بیرون میکشه. حالا سوپر کیک ناموفقه. آیرش ویپ نه. دراپ کیک. سست فکر کرد زرنگه ولی خب نیست. سپرینگ با رولینگ کراس بادی. رولینگ اسپلش اصلاحی میکنم. حالا ریورس سایرش با میکوبون امیر به ستیل استپ ست رولینزو. حالا امیر سیگنیت فینیشرشو میخوابون. حالا میاد تو دوباره میخواد ستم با کانتات هست کنه مثل این که شماره 9 و نه دیگه. الان واقعا فکر کنم شماره 9 من متوسط نمیتونم درست ببینم که نه. چرا داور احساس کنم یکم بد داره میشماره. یکم واقعا بد داره میشماره. حالا کاور میکنه. 1 که نه، بازم رابرت رود نمیذاره. حالا پرتش میکنه بیرون رینگ. حالا امیر دوباره پاپ راکس. آیا ست رولینز هست میشه یا نه؟ 1 2 بله ست رولینز هست میشه. رابرت رود دیر میرسه. حالا نه ریورس میکنه. حالا لورد استرنگ اسکاتر. 1 2 نه. رابرت رود تسلیم نمیشه. حالا ببینیم که رود میتونه شکست بده یا نه. سلینگ شات کراس بادی دوباره کاور. 1 نه کیکات میکنه.
و ببینیم آیا کین موفق میشه. نه اصلا ببینیم که باید ببینیم که رابرت رود میتونه امیر شکست بده و مانع قبول اوپن چالنج امیر بشه یا نه. اسپرینگبورگ کورتسکو شوتینگ سرپرس و سوئیس دای. حالا میز گزارشگر رو خالی میکنه، میگه رابرت رودو که نه، رابرت رود مقاومت میکنه. حالا میگوندش به سلسته. امیر دوباره ورد سرانگس، نه اسخای میکنم بار اسلم کاتر میزنه. این بار اسلم کاتر میزنه، میخواد دوباره کانتات ببره مثل این که و بله میپره شماره 10. حالا امیر موفق شد و دشیلد و برد. خیلی قشنگ. جان آرنواز سیاه میشه. کین داری میشه پشت امیر دیر میاد و حالا کین چوکس لم. حالا تومستون و پایل درایور، هم چوکس لم هم تومستون. کین پشت امیر خسته ظاهر میشه و داره فینیشر بارونش میکنه، میندازش روی تنابا و با یه بیگ بوت پرتش میکنه بیرون. حالا کین میز گزارشگر رو حالا خالی میکنه. حالا میز روی میز گذاشتگرا و چوکسلم از کین به روی امیر. ای امیر اینو بدون هنو تام نشده، تو درست دشیل رو شکست دادی ولی هنو پول آخر مونده. نفر بعدی آندرتیکره، تو اون هفته بعدی.